برای رضایت خدا زندگی کنیم. 100 سالم عمر کنید، همه این زندگی مثل یه دونه شن تو تمام اقیانوسه در مقابل اون ابدیتی که قراره برای رضایت خدا در حضورش باشیم. اگه قراره کسی رو راضی کنیم باید اون خدا باشه. باید یاد بگیریم که هر کاری که میکنیم به خاطر خدا باشه، نه هیچ کس دیگه و یا هیچ چیزی دیگه. میخوام هر کاری که میکنم با قدرت تو باشه و لبخند روی لبات بیاره و تایید تو رو میخوام توش باشه، تایید تو. ما این زندگی که اینجا داریم نشون همه میدیم، ولی زندگی که خدا میخواد همش مربوط به اینجا میشه. زندگی درونی، نیت و خواسته حقیقیه که در درون آدم هاست. حقیقت اونی که در قلب آدم ها پنهانه برای خدا مهمه. آمین.